محترم الحاج نوریدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان در دومین نشست و گفتگوی ترمز درباره اتصال پذیری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شرکت کرد. نشستی که با حضور مقام‌های بلندپایه کشورهای منطقه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای منطقه‌ای در شهر تاشکند برگزار شد. این نشست بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش تجارت، تقویت ترانزیت منطقه‌ای و ایجاد پیوندهای پایدار میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز است. الحاج نوریدین عزیزی در این نشست به صورت آنلاین سخنرانی کرد و دیدگاه افغانستان را در باره توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تسهیل تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور مطرح ساخت. الحاج عزیزی در بخش سخنان خود یاد نمود که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت منحصر به فرد برای ایفای نقش با عنوان پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی برخوردار است. ایشان ادامه داد که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی، توسعه تجارت، تسهیل ترانزیت و تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای ایفا می نماید. وزیر صنعت و تجارت اضافه نمود که ما باور داریم که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقه‌ای باشد. حضور افغانستان در این نشست در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خود حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می‌رود و پروژه‌های مهم ترانزیتی و اقتصادی منطقه‌ای نقش افغانستان را در تقویت اتصال منطقه‌ای برجسته ساخته است. در این نشست نمایندگانی از ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند و بنگلادش نیز حضور داشتند و بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد مسیرهای جدید تجاری میان کشورهای منطقه تأکید کردند. گفتگوی ترمز به عنوان یکی از مهمترین ابتکارات منطقه‌ای در سالهای اخیر بستر برای تبادل دیدگاه‌ها پیرامون صلح، ثبات و تجارت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کرده است.